اگه برای شما تشخیص PCOS دادن ولی هنوز نمیدونید که به چه فنوتیپی مبتلا هستین، این نه تقصیر شماست و راستش نه تقصیر پزشکتون، بلکه برمیگرده به تناقض بین متون پزشکی و عدم اطلاعات کافی که وجود داره. توی این ویدیو میخوام بهتون توضیح بدم که داستان از چه قراره. تا اینجا ما میدونیم که PCOS به 4 نوع مختلف طبقه بندی میشه: نوع مقاوم به انسولین، نوع آدرنال، نوع التهابی و آندروژنیک و نوع پست پیل که در واقع بعد از مصرف طولانی مدت داروهای ضد بارداری و قطع ناگهانیشون به وجود میاد. اما راستشو بخواین این طبقه بندیه که فانکشنال مدیسن یا پزشکی عملکردی صرفاً بر اساس علائم ظاهری افراد مبتلا انجام داده و خیلی بیس و پایه علمی نداره و اگر ما بخوایم فنوتیپ ها رو دقیق دسته‌بندی کنیم باید برگردیم به معیار اندازه‌گیری روتردام. و صرفاً جهت یادآوری، معیار روتردام همون معیاری هستش که ما برای تشخیص دقیق PCOS ازش استفاده میکنیم. توی دسته‌بندی آکادمیک هم ما همچنان 4 تا فنوتیپ داریم که برای اینکه ویدیو شلوغ نشه من تفاوت اونها رو توی کپشن براتون نوشتم. نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که علاوه بر امتیاز آکادمیک ما باید به علائم ظاهریمون هم توجه ویژه داشته باشیم تا بتونیم محور درمان رو شخصی سازی شده و هدفمند برای هر شخص پیش ببریم. باید بدونیم که PCOS قبل از اینکه یک مشکل هورمونال باشه یک مشکل متابولیکه و خیلی از محورهای درون بدن رو تحت تاثیر خودش قرار میده که ما حتما باید به همشون توجه ویژه داشته باشیم. و نکته دوم که تکراریه اما بسیار مهمه اینه که برای تشخیص PCOS حتما باید 2 تا از اون 3 تا علامت اصلی شما مثبت باشه. اگر فقط یکیشو دارین شما PCOS نیستین و علت بروز علائمتون احتمالاً چیز دیگه‌ایه که باید حتما بررسی بشه. نه سیستم فانکشنال مدیسن 100% کامله و نه سیستم امتیازدهی روتردام و درمانگر شما باید این 2 تا کاتگوری رو کنار هم قرار بده تا بتونه نوع PCOS شما رو تشخیص بده و مسیر درمانی شخصی شما رو طراحی بکنه. و پیشنهاد من به شما اینه که خودتون رو درگیر جزئیات نکنید و دچار وسواس فکری نشین، چون طبق تحقیقات 90% افراد مبتلا به PCOS 2 تا محور درگیرشون محورهای انسولین و کورتیزول هستن و تا این 2 تا درست نشن هیچ چیزی درست جلو نمیره. پس ازتون خواهش میکنم که از رسیدگی به این 2 تا محور شروع بکنید. مرسی.